انسپری، معجزه و دیگه هیچ. سلام، روز زیباتون بخیر. در خدمتتون هستم با معرفی انسپری. واقعا معجزه، یعنی شاید بگم از 700 مدل کودی رو که توی عمرتون تست کردید، امتحان کردید، این کود بهتر و با کیفیت تره. فوق العاده کارایی بالایی داره، 20 تا کار رو انجام میده، نماتود رو دور میکنه، گل جالیز رو از بین میبره، شوری رو از بین میبره، آهک و پیچ رو کاهش میده، باعث میشه خلالفرج خاک باز بشه. اگر از سیستم قطره استفاده کنید، قطره چکونها رو باز میکنه، جذب فسفر و آهن و روی رو بسیار بالا میبره، موجب میشه سبزینگی بسیار خوبی رو توی درختتون داشته باشید. شلک و ترکه خیلی خوبی میزنه درخت و موجب میشه میوه خیلی درشت بشه. مغز پنبه‌ای به سمت پسته‌ای حرکت میکنه و سنگین میشه پسته هاتون. کمک میکنه برای پوسیدن کود گاوی و کودای دامی، استفاده زیادی داره. برای ترکیب با گلایفوزید یا سمهای علف‌کش میتونید برای مکمل استفادهش کنید. نتیجهش فوق العاده است، یعنی قول بهتون میدم اگر این کود رو استفاده کنید عجیب عملکرد رو بالا میبره و نتیجهش معجزه آساست. 4 نوبت در سال توصیه میشه: اسفند ماه، خرداد ماه، شهریور ماه و دی ماه، که اوج مصرفش برای خرداد و شهریوره که پسته ها خندون بشن، پوست ول کنن و بترکن و برای شما لبخند بزنن. این کود رو دریابید. با مصرف این کود دیگه نیازی به مصرف سولفات آمونیوم، اوره و گوگرد ندارید و میتونید نتایج فوق العاده‌ای رو ازش بگیرید. آهن بسیار بالایی داره، نتیجهش معرکه است. خدا یار و نگهدارتون باشه. باغتون بهشت، روزتون بخیر.